بله بدبختی یکی دوتا نیست. خود من تا هفته پیش فکر میکردم هوا مجانیه، تا اینکه رفتم یه چیپس خریدم. دیدی یه پاکت هواست، 2 تا چیپس هم ملق میزنه بزن. چی رفتم آدامس ریلکس خریدم، خدا میدونه سوپری پول خور نداشت، باقیشو بهم آدامس شیک داد. شیکو میخوام چیکار، روشم نوشته بود جویدنی، نمیخوندم فکر میکردم باید شیاف کنیم مثلا جویدنی. توضیح واضحات میگم. من تعجب میکنم یه نوزاد 6 ماهه وقتی آروغ میزنه همه میگن ای جان. اون وقت میگم من آروغ میزنم همه میگن زهر مار. تو نباید خودتو با اون مقایسه کنی. تو آروغ میزنه انگار اسب آبی آروغ میزنه. تا 6 کیلومتری کسی زنده نمیمونه. میگفت تو زندگی به ما گفته بودن از کنار مشکلات زندگی باید سریع گذشت و بهش گفت میگ میگ سریع گذشت. اما ما نمیدونستیم مشکلات زندگی مثل گوری لنگوری رومون نشسته میگه انگوری انگوری.